سلام دوستای عزیزم، همقلابی های عزیز. بریم برای آموزش این خرس توپلو. برای بافت این خرس من از کانوای چلسی که ضخامت 4 میل داره و قلاب 3 میلیمتر استفاده کردم. برای ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم. به این شکل یک زنجیره میزنیم. حلقه ما اینجا کامل میشه. بعد از اون قلاب رو داخل حلقه میکنیم و 8 پای کوتاه داخل حلقه میبافیم. اولین پای کوتاه، دومین پای کوتاه، 3 4 5 6 7 و 8. حالا دنباله کانوا رو محکم میکشیم تا حلقه کاملا بسته بشه. و حالا باید از یک نشانگر استفاده کنیم تا انتهای رج رو گم نکنیم. نشانگر رو که یه تکه کانوا هست من به این شکل در انتهای رج قرار میدم. حالا هر وقت به این نشانگر برسم میدونم که رج من تموم شده. برای رج دوم 8 افزایش انجام میدیم و برای افزایش در هر دانه 2 پای کوتاه میبافیم. پس افزایش یعنی به جای اینکه ما یک دونه ببافیم در هر گندمی که داریم یا در هر دونه‌ای که داریم 2 پای کوتاه باید ببافیم. اولین افزایش رو من انجام دادم. میرم خونه بعدی یا دونه بعدی و حالا یک افزایش دیگه هم انجام میدم. یک و توی همون خونه یه دونه دیگه میبافم. میشه 2 تا. این دومین افزایش. خونه بعدی هم به همین شکل 2 تا پایه توش میبافم و خونه های بعدی هم همین شکل است. به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه میدیم تا به نشانگرمون برسیم. خب وقتی به نشانگر رسیدیم یعنی رج ما کامل شده. برای اینکه این حلقه وسط کامل بشه من دنباله کانوا رو محکم میکشم و اینو میارم به سمت جلو. برای رج سوم در دونه اول 1 پای کوتاه میبافیم و در دونه دوم 1 افزایش انجام میدیم. به این شکل که ملاحظه میکنیم. این دنباله تا انتهای رج تکرار میشه، یعنی دوباره دونه بعدی 1 پای کوتاه و دونه بعدی 1 افزایش انجام میدیم. تعداد تکرارهایی که باید انجام بدیم یعنی 8 بار هست. این دنباله رو 8 بار تکرار میکنیم. در واقع ما در انتهای رج باید 8 افزایش انجام داده باشیم. به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه میدیم تا به نشانگرمون برسیم.
دوستان عزیزم، اگه دوست داشتین میتونید کانال انگلیسی من رو هم در یوتیوب دنبال کنید. خب وقتی به نشانگر رسیدیم، این همون دنباله کانوایی بود که آوردم جلو و میبینید که کامل محکم شده و حالا میبرمش عقب و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا که به نشانگر رسیدیم یعنی این رج تکمیل شده. میریم واسه رج بعدی. برای رج 4 2 تا پای کوتاه میبافیم، 1 پایه و پایه دوم و بعد 1 افزایش انجام میدیم. یه دونه پایه دوباره تو همون خونه یه پایه دیگه میبافم. خب این دنباله رو باید 8 بار تا انتهای رج تکرار کنیم. یعنی بعد 2 پای کوتاه، 1 و 2 و بعد 1 افزایش انجام بدیم. به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه میدیم تا به نشانگرمون برسیم. آخرین دنباله رو هم به همین شکل که میبینید دارم میبافم. 2 تا پای کوتاه بافتم و 1 افزایش. رج 4 ما به این شکل کامل تکمیل شد. حالا میریم برای رج 5. برای رج 5 تا رج 12 یعنی 8 رج بعدی در هر دونه 1 پای کوتاه میبافیم. اصطلاحاً بهش میگن ساده بافی، یعنی نه افزایشی انجام میشه و نه کاهشی. پس رسیدیم به قسمت آسون بافت و فقط پای کوتاه میبافیم. به همین شکل ادامه میدیم تا به رج 12 برسیم. بعد از اینکه تا رج 12 بافتیم یه همچین شکلی پیدا میکنه. حالا من دوست دارم که این کار رو برگردونم. شما میتونین به همون شکل ادامه بدین، ولی من دوست دارم که چون پشت کار یه حالت صافتری داره کار رو برمیگردونم. برای رج 13 اول 2 پای کوتاه میبافیم و بعد 1 کاهش انجام میدیم. برای کاهش باید 2 تا دونه رو یکی کنیم. این کاهش که من دارم انجام میدم کاهش به شکل مخفی هست، یعنی از حلقه پشتی استفاده میکنم و 2 تا حلقه رو یکی میکنم. اگر متوجه نشدین دور کندش رو بزنین و دوباره نگاه کنین و حتما پلیلیست مبتدی ها رو نگاه کنین. 2 تا پای کوتاه و بعد 1 کاهش. به کسایی که مبتدی هستن حتما پلیلیست مبتدی ها رو ببینید. نکاتی داره که واقعا بهتون کمک میکنه. به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه میدیم. خب برای رج 14 1 پای کوتاه میبافیم و بعد 1 کاهش انجام میدیم به این شکل و این دنباله رو تا انتهای رج 8 بار تکرار میکنیم. 1 پای کوتاه و 1 کاهش. نکته‌ای که تو کاهش داره حتما باید بافتتون سفت و محکم باشه و وقتی دارین کاهش انجام میدین هیچ حفره‌ای ایجاد نشه. این تو تمیزی بافت خیلی مهمه.
توی این مرحله باید داخل سر عروسک رو از الیاف پر کنیم. برای بافت پوزه عروسک من از کانوای اکریلیک تاب که با ضخامت 2 میل هست و قلاب 1.7 میل استفاده کردم. در ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و برای رج اول داخل حلقه 8 پای کوتاه میبافیم. دنباله کانوا رو محکم میکشیم تا حلقه کاملا بسته بشه و برای رج دوم 8 افزایش انجام میدیم. بعد از اینکه 8 افزایش رو انجام دادیم دنباله کانوا رو میبریم. دنباله کانوا رو به شکلی که میبینین من با استفاده از سوزن محکم میکنم، یعنی دنباله کانوا برای حلقه وسطی رو اولا وارد سوزن میکنم و بعد به شکلی که میبینین محکمش میکنم که اون حلقه باز نشه. دنباله بعدی رو هم که انتهای رژمون هست اون رو هم داخل سوزن میکنم و به دونه بعدیش وصل میکنم. به این شکل به دونه بعدی وصل میکنم تا حالت گرد شدنش کامل بشه و محکم میکشم که یک دایره گرد به من بده و اون قسمت حالت اضافه و بیرون زدگی نداشته باشه. و حالا از کانوای مشکی استفاده میکنم. من اینجا از کانوای بهاران استفاده کردم، یه لاش که ضخامت نازکتری نسبت به اکریلیک تاب داره، برای اینکه میخوام پوزه رو شکل بدم. از بالا یک مثلث کوچیک درست میکنم. میبینین تقریبا 2 تا دونه رو استفاده کردم و به این شکل دارم یه مثلث خیلی کوچیک درست میکنم. و داخل مثلث رو یکم پر میکنم. و بعد انتهای کانوا رو به این شکل به سمت پایین هدایتش میکنم. برای بافت گوش ها یک حلقه جادویی میزنم و داخل حلقه 6 پای کوتاه میبافم. بعد از اینکه 2 تا گوش رو آماده کردیم و بافتیم به این شکل بکشیم تا گوش یه حالت نیم دایره بشه. بعد از اینکه آمادهش کردیم حالا میریم به بخش جذاب دوختن. به فاصله 4 رج از مرکز سر یه سوزن میذاریم و سوزن بعدی رو تو رج بعدی میذاریم به این شکل. حتما دقت کنید که درست باشه، یعنی این پوزه وسط باشه، گوش ها کاملا متناسب باشن نسبت به پوزه، یعنی یک گوش نزدیک به پوزه نباشه یک گوش دور باشه. اینا رو موقع دوختن حتما رعایت کنید. حالا دنباله کانوا رو، کانوایی که توی از گوش مونده رو از یه قسمت بالایی به این شکل وارد سر میکنم و قسمت بالای گوش رو با کمک گرفتن از دنباله کانواش میدوزم.
حتما چند بار رفت و برگشت این کار رو انجام بدین. تمیز انجام بدین که رد دنباله کاموار توی دوغ مشخص نباشه. به شکلی که میبینید چند دور انجام بدین که کاملا محکم بشه. خب دنباله پایینی گوش رو هم به این شکل وصل میکنیم، ازش کمک میگیریم و گوش رو به سر وصل میکنیم. خیلی مهمه که اتصالات ما محکم باشه، یعنی این گوش شل نباشه، خیلی محکم چند دور حتما این رفت و برگشت انجام بدیم تا یک اتصال کاملا محکمی داشته باشیم. حالا دنباله های هر دو تا سر کاموها رو به یک سمت من هدایت میکنم تا بتونم گره بزنم و محکم باشه و باز نشه. ببینید به این سمت هدایت میکنم و دنباله های کاموها رو که دارم به این شکل محکم گره میدم. خب پوزه رو هم به همین شکل میدوزیم. من از چشم های 8 میلیمتری استفاده کردم، 8 میلیمتری نیم لپه‌ای و از چسب حرارتی به این شکل بهش میزنم و چشم ها رو وصل میکنم. و حالا ادامه بافتمون میخوایم سر رو تکمیل کنیم و ببافیم. برای رج 15 یعنی رج آخر 8 کاهش انجام میدیم. بعد از اینکه آخرین کاهش رو هم انجام دادیم، دنباله کاموها رو برش میزنیم و با کمک گرفتن از سوزن میخوایم انتهای سر عروسک رو کاملا محکم کنیم. از لبه های دونه هامون استفاده میکنیم و به این شکل که میبینین به همین شکل دونه دونه رد میکنیم و حالا محکم میکشیم و یک جا همه دونه ها جمع میشه. این قسمت رو چند بار بریم تا یه وقت این حفره‌ای که ما داریم باز نشه. یعنی چند دور رفت و برگشت حتما بریم و کار رو محکم کنیم. ممنونم که تا انتها همراه من بودین. برای ساخت این ویدیوها خیلی زحمت و وقت صرف میشه و ممنون میشم که با لایک و نظرات خودتون من رو مورد حمایت خودتون قرار بدین و تا ویدیوی بعدی سالم و سلامت باشین.